برم بدخشان بیشتی در زمین سبز دارد و مردم نازنین است. بیا وطن دار برم به تخار که وقتی کشت زار است و ملک فرخار که فرخار لال زار است. بیا وطن دار یاد یاجی مختار بخیر در تخار او برم به تخار که وقتی کشت زار است و ملک فرخار که فرخار لال. سلام و درود دوستان نهایت گرامی، خوش آمدید به اولین ولاگ ما که سفر از کابل تا بدخشان است و به گفته شاعر مگذر از خاک گرخیز بدخشان بی ادب ای بسا بی دل که از آنجا صاحب دل می شود. امروز قرار سفری طولانی و پر از خاطره از کابل تا بدخشان داشته باشیم. سفری که فقط یک مسیر نیست بلکه پر از مناظر زیبا، فرهنگ های گوناگون و احساس دلتنگی و شوق دیدار است. برم بدخشان بیشتی در زمین سبز دارد. ما فعلا به سمت ترمینال کابل بدخشان روان هستیم. سلام و درود دوستان نهایت گرامی و در ترمینال پایتخت کابل هستیم و انشالله در این سفر از کابل تا بدخشان لینز را همراهی بکنید و امیدوارم که بتونم زیبایی و خوبی های راه و مسیر را به شما نشان بدم. چیزی که فکر کنم خیلی پوینت منفی است در بین مردم ما برای نکردن وقت است. قرار بود ساعتی 2:30 حرکت بکنیم و ما هنوز حرکت نکردیم. ببینید که چند بجه میشه بخیر. ساعت چند است؟ ساعت 3:30 و سفر راه دراز ما به سمت بدخشان آغاز شد. امیدوارم که به خیر و خوبی برسیم. پس از انتظاری تقریبا 2 ساعته راه دراز است و منزل انشاءالله که بی خطر باشد. اگرچه راه دور و دراز است اما زیبایی های این مسیر و کوههای بلند و سرسبزی هایی که در راه نمایان است کمی از خستگی راه می کاهد و این مناظر تقدیم شما باد. هر چقدر که از کابل دورتر میشیم مناظر طبیعی و زیبایی ها بیشتر میشه و این شما و این زیبایی های منطقه.
همچنان در مسیر هستیم، اما هوا آهسته آهسته تاریک میشه. بعد از این فیلم گرفتن سخت‌تر میشه و من کوشش میکنم در مسیر راه اگر جای مناسبی پیدا کردم حتما ویدیو بگیرم. بعد از یک سفری بسیار طولانی و سرکای خیلی خراب سالنگ و دوشی رسیدیم و به این رستوران کبابستان بخوریم. هم چای سبزی وطنی. بفرمایید. نان ما رسید، یم کباب و یم پلو. ما معمولا از رستوران های وسط را خاطره خوب نداریم، جز چای سبزش خوب است. باش ببینیم که غذای ما چطوری است امروزی. بعد از اینکه امتحان کردیم باز برتان میگن مزهشه. جای دوستا خالی. صبح بخیر از بدخشان. شب ما ساعت 4:30 صبح رسیدیم، تاریک بود دیگه، فیلم چیزی گرفته نشد و اینم صبح بدخشان. در فیض‌آباد در رکشا سوار شدیم. رکشا آهسته آهسته جای موترهای شهری را گرفته است و به خاطر که هوا هنوز هم نسبتا گرم است، نگرای حل خیلی خوبی است چون خیلی شمال میه داخل. رودخانه کوکچه باعث زیبایی هرچی بیشتر فیض‌آباد شده و واقعیتش چه منظره داره اینجا. و وقتی نزدیک دریای کوکچه میشنوی صدای آب و دریا مثل موسیقی طبیعت در گوش آدم میپیچه. وقتی با آب اینجا نگاه میکنی گویی زمان با تو هم کلام شده و چقدر آدم رو با آرامش میرساند. در ادامه سفر دوستان گرامی در فیض‌آباد مرکز بدخشان هستیم و صبح وقت آمدیم پیش از اینکه روز گرم شود در روی پل تا چند ویدیو برای شما بگیریم و مناظر زیبای دریای کوکچه و اطراف شهر را شما نشان بدیم یا به نمایش بگذاریم. ما خود ما متقبل نمی‌کنیم فیس. یا متبرا پایین. ها؟ نه.